موزه لباس‌های سلطنتی، لباس‌های شاهان و ملکه‌های پهلوی. بله فکر کنم برای دوره پهلویه. فقط فکر کنم که الهام گرفته از خارج هم باشن. لباس فرح دیوا، دیزاینرش آقای کریستیان دیور بوده. واضح بگیرم لباس سبز است، واقعا پیداست که مال طراح معروفه. لباس عروس فرح پهلوی رو داشته باشیم. فقط دنبالش رو طراحاش سنت لورن، طراحان کمپانی کریستیان دیوره. اینم عکس فرح. یه دنبالش هم بگیرم. عروسی شاه و ملکه. اینم یه عکس رنگی از عروسیشون.